ببین واسه من قابل هضم نیست که بخوام بپذیرم امریکا با اون ارتشی که داره، با اون تکنولوژی که داره، قبل از حادثه 11 سپتامبر هیچ گونه سیگنال و دیتایی برای اینکه قراره بهش حمله بشه رو دریافت نکرده باشه. همچنین اسرائیل با اون سیستم پهپادی که داره، متوجه این که دارن تمریناتی داخل غزه انجام میدن برای حمله بهشون رو سیگنالی نگرفته باشه و دریافت نکرده باشه. هضمش برای من خیلی سخته. دقیقاً اگر بخوای منطقی به قضیه نگاه کنی متوجه میشی که نه امریکا اونقدر ساده لوحه و نه اسرائیل. یعنی در واقع اینا این دیتاها رو دریافت کردن اما اجازه دادن این اتفاق بیفته. چرا؟ چون می‌خواستن مسیر تاریخ خودشون رو ریل گذاری کنن. یعنی بر اساس سیاست‌هایی که خودشون چیدن مسیر رو پیش ببرن و به بهانه حمله‌ای که بهشون میشه حمله کنن به خاورمیانه و لشکرکشی کنن به غزه، خاورمیانه، افغانستان. یعنی امکان داره که 11 سپتامبر 2 تا هواپیما بلند میشن میرن مستقیم میخورن به برج‌های دوقلو، کل امریکا و کل دنیا مات و مبهوت میشن و امریکا هم هیچ گونه اطلاعاتی دریافت نکرده. اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. در واقع اینا یک سری اطلاعات دریافت کرده بودن که قرار یک سری حمله به امریکا انجام بشه. حتی در جریان بودن که قرار این حمله از طریق هوایی باشه، یعنی حمله هوایی قرار بود اتفاق بیفته و با هواپیما. اما اجازه دادن این اتفاق بیفته. چرا؟ چون این کلید طلایی ورود امریکا به خاورمیانه بوده. یعنی امریکا قرار بوده که بعد از این حمله به افغانستان و بعدش عراق حمله کنه. دقیقاً همین اتفاق توی 7 اکتبر افتاد. یعنی بچهای حماس اون همه دیوار فولادی، اون همه پایگاه نظامی که لب مرز رو اومدن رد کردن، وارد مرز اسرائیل شدن، کلی آدم رو هم گروگان گرفتن و برگشتن توی غزه. بله، اجازه دادن این اتفاق بیفته برای اینکه بتونن با آزادی عمل دنیا رو متقاعد کنن ما برای پس گرفتن گروگان‌های خودمونه که داریم به غزه حمله می‌کنیم. یعنی فقط می‌خوایم گروگان‌های خودمون رو آزاد کنیم. اما نکته ترسناک اینجا، یعنی مثلا دولت اسرائیل با آگاهی نسبت به اینکه قرار حماس حمله کنه و یک سری گروگان بگیره اجازه داد این اتفاق بیفته و تعداد زیادی از مردم رو به کشتن داد. تعداد زیادی از اتباع خودش و مردم خود سرزمین اسرائیل رو به کشتن داد و این قضیه اصلاً براش مهم نبوده. چرا که می‌خواست به بهانه این حمله‌ای که حماس انجام داده وارد غزه بشه و خاک غزه رو به توبره ببنده. و دقیقاً این همون جاییه که مردم تاوان میدن. پس وجه اشتراک این دوتا حادثه چیه؟ یک، هر دوتا کشور میدونستن که این اتفاق قراره رخ بده. یعنی شوک امنیتی در کار نبوده ولی دنیا رو در شوک فرو برد. دو، هر دوی اینها بهانه‌ای شدن برای ریل گذاری و سیاست‌هایی که این دو کشور از قبل تعریف کرده بودن. و سه، مردم عادی در این به این ضربه خوردن. یعنی خون هزاران نفر ریخته شد فقط برای اینکه سیاستمداران به اون هدفی که از قبل تعیین کردن برسن. انگار که این همون نمایشنامه است و فقط بازیگراش تغییر کردن. بعد از 11 سپتامبر امریکا به بهانه جنگ علیه ترور وارد خاک افغانستان شد. لشکرکشی کرد به خاورمیانه. یعنی چتر نظامی خودش رو در کل خاورمیانه پهن کرد و در کل خاورمیانه پایگاه نظامی داره. قطر، کویت، عربستان، عراق. در افغانستان بعد از 20 سال با چه افتضاحی اونجا رو ترک کرد. مجبور شد فرار کنه. یعنی مالیات هایی که از شهروندان امریکا میگرفت رو خرج جنگ های تموم نشدنی میکرد. یعنی میلیون ها دلار هزینه و هزاران سرباز کشته در خاک افغانستان. اما اسرائیل بعد از حادثه 7 اکتبر به غزه لشکرکشی کرد. اسرائیل فکر میکرد بعد از این حادثه میتونه غزه رو صاف کنه و قدرت منطقه خودش رو بازیابی کنه. اما چی شد؟ نه تنها موفق نشد بلکه اون تصویری که در ذهن جهانیان از ارتش شکست ناپذیر خودش ساخته بود فرو ریخت. مقاومت پررنگتر شد و جهان فهمید اسرائیل بدون حمایت آمریکا هیچی نیست. یعنی حادثه 11 سپتامبر آغاز قدرتگیری غرب بود و حادثه 7 اکتبر آغاز افول غرب. دولت مردان با آگاهی کامل گذاشتن این اتفاقات رخ بده. قربانی این دو اتفاق جز مردم هیچ کس دیگه ای نبوده. هیچ اتفاقی برای سیاستمداران نیفتاد. میلیون ها دلار هزینه شد. هزاران بلکه میلیون ها نفر کشته شدند. در افغانستان، در خود امریکا، در اسرائیل و در غزه، یمن، لبنان. اون روز امریکا از 11 سپتامبر استفاده کرد برای ساختن جهانی تک قطبی. اما در حادثه 7 اکتبر آغاز جهان چند قطبی بود. چرا که بعد از حادثه 7 اکتبر چین، روسیه قدرت گرفتن، محور مقاومت قدرت گرفت و آغاز افول امریکا فرا رسیده بود.
11 سپتامبر آغاز نظم امریکا محور بود و 7 اکتبر شاید پایان نظم امریکا محور و ما دقیقاً در وسط این گذار قرار گرفتیم.